علتش رو بیخیال، فقط می‌دونیم که میشینیم. آره چرا انجام بدید متوجه میشید. تو خیلی مست. هر چی نشسته تر بهتر. هر چی نشسته تر. آره سلام، خوش اومدید به چنل من. یه ویدیو دیگه، این اولین ویدیوی پایه ماه. قراره که تازه اسکیت رو شروع کنیم و از پایه و مقدمات. خب حالا کاری که قراره انجام بدیم اینه که تازه وارد پیست یخ بشیم برای اولین بار مثلا. خب حالا دستمون رو میگیریم به این لبه بورد، سعی میکنیم که چیکار کنیم؟ دوباره رو به بیرون، پامون رو بذاریم داخل. یعنی دست من اینجا رو به داخل، پامو میذارم اینجوری. کاری که قراره انجام بدیم چیه؟ اینه که هنوز دستمون رو نگه داریم، سعی کنیم که پامون رو آروم بیاریم بالا، اینجوری حرکت کنیم، بتونیم که به یخ عادت کنیم، اسکیتامون و به یخ تعادلمون رو حفظ کنیم. همینجوری فعلا بیه. این کار رو که یه مدت انجام دادیم، تونستیم انجام بدیم، دستمون رو اگر نخواستیم ول نمی کنیم، اگر تعادل نداشتیم همین گوشه میتونیم حرکت کنیم یا از بابی کمک بگیریم. اما اگر تونستیم میخوایم که همینجوری آروم اسکیت کنیم، خیلی آروم. پامو سعی میکنم بلند کنم، فقط اسکیت کنم. نمیخوایم سر بخوریم، میخوایم که فقط حرکت کنیم، پای بیاد بالا مثل راه رفتن عادی. و این که موقع حرکت کردن اینجوری داریم راه میریم، سعی میکنیم بشینیم. چرا؟ چون اگر از پشت بخوایم بخوریم زمین، خطرش بیشتره، احتمال آسیب بیشتره، کمرمون درد میکنه. اما جلو زانوامون گارد داره، نمیدونم دستمون گارد داره، همینجامون گارد داره، مشکلی نیستش. حتی اگه بیفتیم زمین، نهایتا اینجوری میخوریم زمین. ممکنه که اگه از پشت بخوایم بخوریم زمین، با کمر مثلا بخوریم زمین، خب و اذیت بشیم، درد بگیره. پس کاری که میکنیم اینه که اینجوری آروم آروم قدم برمی‌داریم، نه سریع نه هیچی، فقط سعی کنیم که آروم قدم برداریم.